خب حاضر مردم حج رفته اومده گاو گوسپند کشتیان. من حاجی گفته این درست است یا نیست. من بیننده حج همین خیلی شما درک نکی. من آدم ها که 5 وقت نماز میرن هیچ کس تعریفش نمیکنه. طوری می؟ نماز جمعه میخونن هیچ کس مبارک بادش نمیکنه. طوری می؟ همین حج یک تا ستون اسلام است. شما درست فهمه. اسلام خدا خواهد ای 5 تا ستون عبارت است. کلمه شهادت، 5 وقت نماز خوندن، روزه ماه شریف رمضان گرفتن، طواف خانه کعبه کردن، زکات دادن. این طواف خانه 5م فرضه. در عمرت 1 مرتبه میگه امام اعظم اگر در عمرش 50 سال خدا عمرت یک بار رفته کرده بیای ای گردن ساقط میشوه. این شرط نیست رکلام کردن گاو کشتن امسا گم کنه. برای چی آدم های حج نرفته هستن که اومده با خدا خواهد 500 تا تسبیح میارم یا قبچه خدا خواهد این محلانه گاو کشتن نکن، این محلانه گوسپند کشتن کن. این بدعت است. در هیچ جای حج نیستگی نیست. یگان باب چی نکی حج که رفته اومدی خدا خواهد یا باره بانکراج مرده بره دنیا تا بروته مردم که جاش نیست. خیلی اومدی خدا خواهد شما هم چیز تامه کن نیای خونه. همین اومده امک جان خیر ای حج اومده جای مبارک یک دعا کنه گو دعا شگی و برفتنگی و بوسه کردن و طواف کردنش حرامه. یک وقتا یک جور دیدم همین آدسته هم کپا آدم ها گیرتا سودیان این مبارک توبه کردم. این چی خیلی خلقه ما کای مسلمانی حقیقی بشیم کای ارگینال بشیم که این چیزها را گم بکنیم تمام مردم حاجی شده بیاید. همین تاثیر بعضی ها نرفته است که 5 میلیون 15 میلیون برام با 15 میلیون دیگر اینجا راسخود کردن کار بده. این دروغ این نیست در اینجاش. اومدی خدا خواهد خدا مبارکت کنه برو هم مسجد برو همجا ببینن. شرط نیست خونه این اومده 150 تا آدم اینجا آچریت سودا خدا خواهد اینجا این چیه این رکلام مشید رکلام مشوه شرک میشوه. پیغمبر گفتن که شرک دو گروه میشوه شرک الاکبری و شرک الاصغری. شرک اکبرش به خدا شرک آوردن. کسی که خدا نه بچه داره میگه زن داره میگه فرزند داره میگه دختر داره میگه نسبت اگر بهاتیه این شرک است. شرک اصغر میگه ریا و شرک کن. ریا خود نشونتی رکلامه مردم من تعریف کنن حاجیم گوان بالای وی برارنم توافم کنن زیارتم کنن گوی شرک ای خدا دو نشید همسی یک شوک خیور هیچ کس نگو هیچ کس نگو یک شوک در کمتر راست که سکنن من حتی بچه ما بای بچه هم تا باب کرده برفت که یکان کس ندونستش یا محلی دیده میشه در حج گشتی او برادر تا حج رفتی اومدم برای خدا اومدم من برای رکلام اومدم هم تا آمد مسجد اومد نه دیدش نه مرکه کرد نه چیز داد نه چاره داد انا حج ارگینالش این بسیارش رکلام من تعریف کنن فقط بوله مرکان من او بوله برورنم این گوی این شرک من ثوابش هم نمیمونه پیشی الله جزا میگیری برعکس نکنه این کاره. با شما باد صدای خدا آمانه شدن رو فراموش نکنید.